بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد رسول الله و علی آله و اصحابه و من اتبع هداه. اما بعد، هر مسلمانی میداند که مقتدا، امام و رهبر در دین محمد صلی الله علیه و سلم است. زمانی که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در قید حیات بودند، صحابه مستقیم از حضرت سوال می کردند و ایشان پاسخ می دادند. در آن وقت نیاز به اجتهاد و پیروی از مجتهد نبود. اما بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیاز هست که ما اقوال و افعال آن حضرت رو بدانیم. اینجا ما دست دراز میکنیم به محدثین کرام رحمهم الله، به کتب حدیث مراجعه میکنیم و برای اینکه برخی از احادیث رو بفهمیم نیاز به شروح حدیث داریم. برخی از احادیث واضحند، در اونجا نیاز به تقلید از هیچ امامی نیست، مثل این که من صلی یرائی فقد اشرک، کسی نماز بخواند جهت نشان دادن مردم، این شرک است. اینجا نیاز به تقلید نیست. انما الاعمال بالنیات، ارزش اعمال وابسته به نیت هست، اینجا نیاز به تقلید نیست. ولی برخی از احادیث مبهمند یا احتمال چند معنی دارند یا به ظاهر تعارض دارند. در اینجا ما دست به کارشناسان دین دراز میکنیم. به طور مثال در حدیث صحیح آمده است که آن حضرت در حجة الوداع تنها نیت حج داشته است، حدیث صحیح است. و دیگر روایتی آمده است که آن حضرت نیت حج و عمره رو با هم داشته است، این حدیث هم صحیح است. و دیگر روایتی آمده آن حضرت اول نیت عمره داشته، بعد از عمره نیت حج فرموده است، این حدیث هم صحیح است. اینجا و امثال این احادیث که در کتب حدیث فراوانند، ما نیاز هست که دست به مجتهد دراز بکنیم، مانند امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمهم الله، زیرا اینا شخصیت های جهانی هستند، چهره های ماندگار جهان اسلام هستند. امامت اینها در مقابل امامت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. در مقابل امامت رسول الله امامت شیطان است، امامت مدعیان دروغین نبوت است. اما امامت این بزرگان، راهبری این بزرگان در نشان دادن راه رسول الله صلی الله علیه وسلم است. بنابراین ای جوان مسلمان، چه حنفی مذهبی یا شافعی مذهبی یا هر مذهب دیگر داری، اگر کسی از شما خواست به بهانه پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم مذهب خود را ترک بکن، در پاسخ به این افراد بگو که ما از مذهب، از مجتهدی پیروی میکنیم که به نسبت تو و امثال تو قرآن و سنت رو بهتر فهمیده اند و کارشناستر و آگاهتر هستند. این خلاف عقلانیت است که ما تو و امثال تو رو در ردیف اون مجتهدین یا فتوای تو رو بالای فتوای مجتهدین قرار بدهیم. حضرت عروه ابن زبیر رضی الله عنه به ابن عباس رضی الله عنه، ابن عباس از اون اصحاب نوجوان هست. عروه ابن زبیر به عبدالله ابن عباس گفت که ما از کسی میخواهیم علم بگیریم که به نسبت تو از علوم و احوال رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه تر است. یعنی منظورش ابوبکر و عمر رضی الله عنهما بود. لذا به این کسانی که
شما رو دعوت میدن به ترک مذهب حنفیت، شافعیت، مالکی، حنبلی، به اینها بگویید که ما از این امامان و مجتهدان پیروی میکنیم که اونا به نسبت تو و امثال شو آگاهتر هستند. شما انسانهای گمنامی هستید، در علم و فقه و اجتهاد گمنام هستید و با مرگتون به زباله تاریخ ملحق میشوید. ولی این مجتهدین، این مذاهب چه ماندگار هستند. ما اونا رو از کرسی حذف بکنیم و شما رو بنشانیم، این خلاف عقلانیت است. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.